درس 1. در این درس میخوایم شکل نگارشی نوت‌های که سیم‌های دستباز رو در نظر میگیریم اینا رو در روی خطوط حامل نشون بدیم که به چه صورت نوشته میشن. وقتی ما عددی در دایره داخل دایره بالای نوت میبینیم شماره سیم رو داره اشاره میکنه. مثلا عدد 6 داخل دایره یعنی سیم ششم که گفتیم که سیم ها از پایین به بالا شمرده میشن. سیم 1، سیم 2، سیم 3، سیم 4، 5 و 6. سیم 6 بمترین سیم ماست و به صورت تقسیم جنس سیم نسبت به سیم های پایین ترش ضخیم تر هم هست. این سیم ر کوک شده و از لحاظ نگارشی اگه دقت کرده باشید میزان اول رو دیده باشین یک نوته که 4 خط داره، 3 خط از بالا رد شده، 1 خط از روش رد شده. این یعنی ر. کدوم ر؟ ر سیم ششم ماست. میزان بعدی نوت سل هست. سل سیم پنجم رو داره نشون میده. سل سیم پنجم 2 تا خط از بالای نوت رد شده، یعنی این نوت ها خارج از خطوط حامل ما هستن، پایین قرار گرفتن. هنوز به خط حامل ما نرسیدیم. خب وقتی نوت ها خارج از حامل باشن و در پایین باشن اینا نشان دهنده بم بودن اون فاصله هست، اون صدا هست یا اون تون هست. خب پس سل 2 تا خط از بالاش رد شده. سیم چهارم سیم لا هست که مانند سل نوشته میشه با این تفاوت که 1 خط از روش رد شده. پس 1 خط روشه، 1 خط از بالاشه، باز پایین خطوط حامله. سیم سوم ما که سیم ر هست زیر خط اوله، چسبیده به زیر خط اول. سیم سوم دقت کنید عدد 3 بالاش گذاشته شده. سیم دوم سل هست روی خط دوم و سیم اول نوت 2 بین خط سوم و چهارم قرار داره. ببینید در این درس ما شماره سیم رو بالای نوت گذاشتیم ولی دیگه از این به بعد دیگه شماره رو نمی‌بینید مگر که در مراحل پیشرفته تر که پوزیسیون ها رو یاد میگیریم اونجا نمایش داده میشه دوباره شماره سیم. مثلا میگه که این رو بزن ولی ری که روی سیم چهارم مثلا اجرا میشه. پس عدد در دایره شماره سیم هست. نکته دوم در این درس ارزش زمانی نوت گرد است. ما در قسمت قبل آموزش دادیم که نوت ها به صورت گرد هستن، سیاه و سفید، زمانهاشون رو توضیح دادیم. مجددا در این درس توضیح میدم. گفتیم که نوت گرد به صورت 4 ثانیه اجرا میشه. ما این ثانیه رو فعلا نصفی فرض میکنیم و حالا با حرکت پا یا دست من نشون میدم. ببینید 1 و برای ما مفهوم اون 1 ثانیه رو میده. خب گرد 4 ثانیه است، یعنی من نوت اول که ر است میگم ر و 2 و 3 و 4 و میزان بعدی سل سر ظرف شروع میکنم. سل و 2 و 3 و 4 و لا و 2 و 3 و 4 و ر و 2 و 3 و 4 و حالا همین اجرا میکنم. ضربه‌ای که به سیم میزنم اون 1 محسوب میشه. حالا یا میتونید بشمارید با عدد رد کنید یا اینکه از پای چپتون استفاده کنید ضربه رو بزنید. 1 همزمان ضربه کف پا میخوره زمین و بلند میشه و بالاست. پس 1 پایینه و بالاست. حالا با حرکت دست 1 و ببینید 1 و 2 و 3 و 4 و بعدی سل و 2 و 3 و 4 و لا و 2 و 3 و 4 و ر و 2 و 3 و 4 و سل و 2 و 3 و 4 و 2 و 3 و 4 و میرم خط دوم میزان اول دوباره از 2 شروع میشه. 2 و 2 و 3 و 4 و سل و 2 و 3 و 4 و ر و 2 و 3 و 4 و لا و 2 و 3 و 4 و سل و 2 و 3 و 4 و ر و 2 و 3 و 4 و درس 2. تفاوت
درس 2 با درس 1 در ارزش زمانی نوته. همون سیم‌ها رو داریم اجرا می‌کنیم، تقریبا ترتیبشون هم یکیه، ولی که اینجا نوت سفید شده، یعنی ارزش زمانی ما 2 ثانیه شده نسبت به گرد. خب گرد رو 4 ثانیه رفتیم، الان سفید رو 2 ثانیه اجرا می‌کنم. خب میزان اول سل و لا هست. اول میخونم درس رو، ببینید سل و دو و لا و دو و به همین منوال تا آخر میره. دقت کنید که اگه توجه داشته باشید نسبت به درس اول که گرده ذره سرعت ما بیشتر میشه، یعنی ما مکس بیشتری تو درس 1 داشته برای تعویض سیم، انتخاب مضراب، انتخاب سیم ها، ولی اینجا یک کمی باید سرعت عمل داشته باشید، سریعتر سیم رو پیدا کنید. خب درس 2 میزان اول بالای نوت سفید 4 عدد مضراب گذاشته، راست چپ، یعنی اون 2 ثانیه رو مضراب بزنین، هم یک مضراب بخوره هم و دوباره ضرب دوم ثانیه دوم مضراب راست و چپ بخوره. اول درس رو به صورت سفید تک مضراب اجرا کنید، بعداً مضراب راست و چپ رو اضافه میکنم. من اول سفید رو اجرا میکنم، 2 ثانیه‌اش رو نگه میدارم، نوت سل رو پیدا میکنم، میرم 1 و 2 و لا و 2 و ره و 2 و سل و 2 و دو و 2 و سل و 2 و ره و 2 و لا و 2 و سل و 2 و اینجا یه پرش به سمت سل سیم دوم دارم، اینجا رو باید یاد گرفته باشید. ببین سل و 2 و سل و 2 و 2. میزان آخر نیاز به شمارش نداره چون دیگه پایان قطعه است و نوت گردم گذاشته. خب حالا یه بار دیگه درس اجرا میکنم، این دفعه به صورت مضرابایی که خواسته شده. دقت کنید هر میزان هر درسی مضراب‌ها رو تو یک میزان مشخص میکنه، دیگه نمیاد تا آخر قطعه تمام مضراب‌ها رو بذاره. پس هر میزانی که مشخص شده اون الگو نماینده مضرابی تمام قطعه است تا پایان قطعه. میزان اول گفته هر سفید رو 4 مضراب بزن، بنابراین من هر جا سفید میبینم و در واقع با 4 مضراب اجرا کنم. خب میرم اجرا سل و در مورد نوت گرد هیچ علامت مضرابی نذاشته، یعنی اون رو به صورت راست اجرا میکنه و پایان قطعه هم هست، نیاز به شمارش هم نداره. درس 3 ببینید در درس 3 بازم ارزش زمانی نوت سفید رو داره به نمایش میذاره، 2 تا نوت گرد داریم. سفیدا رو گفته به صورت 4 مضراب راست و چپ اجرا کنیم. پس تا آخر قطعه هر جا سفید دیدیم راست و چپ اجراش میکنیم. اینجا کمی متفاوت با درس 1 و 2، چرا که سیم ها ترتیبش رو به هم ریخته، یعنی شما اینقدر با تسلط کافی دیگه به سیم داشته باشین که این پرش ها رو بتونید انجام بدید. در حین نواختن حتما نگاهتون به نوت باشه، یعنی اصلا نباید برگی یا ساز رو برگردونید نگاه کنید یا از آینه کمک بگیرید برای پیدا کردن سیم. مستقیم فقط چشم روی نوت باشه و شما فقط مضراب بزنید اون نوتی که از دو خواسته شده، یعنی در واقع خودتون امتحان میکنید که این جای سیم رو یاد گرفتید یا نه. دور اول مضراب‌ها رو به صورت ساده راست اجرا کنید، فقط بدونید که ارزش زمانی سفید همون 2 ثانیه است. 2 ثانیه‌اش رو نگه می‌دارید، یک دور اینجوری میزنید، در بار دوم به صورت راست و چپ اجرا میکنید. من 3 میزان اجرا میکنم به صورت سفید و به مضراب راست. میزان اول سل و دو و لا و دو و ره و دو و لا و دو و ره و دو و سل و دو و دو و دو و سل و دو و دو و دو و سل و دو و رسیدم به خط دوم میزان 6 ره و دو و لا و دو و این میزان نوت گرده. سل و 4 ثانیه نگه میدارم، سل و
دو و سه و چهار و سل و دو و لا و دو و سل و دو و لا و دو و ره و دو و سل و دو و ره و دو و سل و دو و خط سوم سل و دو و دو و دو و سل و دو و دو و دو و دو و دو و سل و دو و ره و دو و لا و دو و سل و دو و سل و دو و دو. میزان آخر نوت دو گرده دیگه نمیشماریم. بار دوم درس 3 رو اجرا میکنم. این دفعه با مضراب هایی که از ما خواسته شده، یعنی سفید رو به صورت 4 مضراب راست چپ اجرا کنیم. نوت گرد رو راجبش صحبت نکرده، یعنی مضراب راسته، ولی طول زمانی نوت رو باید دقت کنه که 4 ثانیه نگه داریم. اجرا میکنم درس 3 رو. سل 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 لا ره لا رسیدیم به نوت گرد، یه دونه مضراب میزنم، 4 ثانیه نگه میدارم. 1 و 2 و 3 و 4 و سل سل لا سل لا ره سل ره سل سل دو سل خب تا اینجا تا انتهای درس 3 جلسه اول ما تموم میشه. شما هنرجویان 1 هفته فرصت دارید که تمرکز کامل روی سیم ها داشته باشید، یعنی تعویض سیم دیگه به مشکل نخورید و همچنین تسلط کافی به زمان نوت سفید و نوت گرد داشته باشید، چون در جلسات بعدی نوت ها سیاه و چنگ میشن و زمان ما کوتاه میشه، یعنی که شما باید دیگه در تعویض سیم ها سرعت عمل داشته باشید، چون سرعت ما در جلسات آینده بیشتر خواهد شد.